را قادر قول میگویند. من به همه کار قادر هستم. پایمانم زمین می جنبد، همچین جنبانم آسمان. بر یک تینی خوش من باشی که تو میتوانی سالها زندگی کنی. میخواستم که فرزند نخستینم را ظفر نامم. ظفری که برایش 4 سال جنگیدم و معیوب و مسلوق برگشتم. امروز فهمیدم که تو را به خاطر عاشقت بختیار نام کرده ای. چه مصیبتی سختی برای مرد. تا به این مرتبه رسیدن یعنی پندهای والدین بود یا اینکه کوشش و زحمت‌های خود شما که تا به این مرتبه رسیدید؟ به من این سوال بارها دادند ولی هر باری که این سوال میشنوم اندیشه هم به دوری هم می رود. پیش نظر سیمای پدر بزرگوارم نمودار می شوند. من خیال می کنم که محض در زیر تأثیر پدر، آن محیط عائلوی که پدر برای ما فرزندان مهیا کرده بودند، محض انا همین باعث گشته که این ساحه هنر را برای خودم انتخاب کنم. رحمتی پدر خود که بسیار کتابخوان بودند، از عالم و آدم و همه واقف بودند و قدر و قیمت هنر خوب احساس میکردند و خودشان که بسیار یک شخصی مجلس آرا بودند، صحبت آرا بودند و مردم بسیار احترامشان میکردند. میخواستند که اقلا یکی از فرزنداشان انم به همین ساحه هنر رود. در حقیقت بسیار اندیشه های عجیب داشتند. آدمیتشان بسیار بلند بود و متاسفانه عمر بقا نکرد، خیلی بر وقت از دنیا رفتند و وقتی که بعد مرگشان، وقتی که من به دوشنبه آمدم، اولا از روی اون خواهش های رویکی من حجت هایم به دانشگاه ملی تاجیکستان به شعبه حقوق سپرده بودم. بعد سپردن حجت ها قریب من یک ماه که آمادگی می دیدم، قریب هر شب در خوابم رحمتی پدر می در آمدم و از من خواهش می کردم یگان شعر خوان، یگان وای کن. با از نقل هایی که می کردند و اون دعوت هاشان به گوشم صدا می داد، یعنی پیش نظرم نمودار می گشت و انا همین چیزها من وادار کرد که من باید آرزوی پدر عملی کنم و رفته حجتامو گرفتم و به دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان سپردم. امروز به چون خلاصه آمدم که
در حقیقت من دعای پدر گرفتم و خودم آرام و آسوده هم احساس میکنم که من با راه فرموده پدر رفتم، چون که پدر همین خیلی اگر همین چیز در وجود من احساس نمیکردن من هرگز با این راه راهنمون نمیکردن و انا همین باعث گشت که من هنرپیشه شدم، هنرمند شدم و اینک قریب زیاده از 40 سال است که فعالیتی هنری میکنم. مردی سفر است، مردی راه است، یک انسان نابغه است محمد جان. من بسیار میخوام که دیگر جوانان نیز امثال همین مردک همین خیلی یک مرد روشندل و روشن ضمیر باشند. رحمت به پدر و مادر همین خیلی انسان که همین خیلی محمد جان واقعا هم شاد کردند و محمد جان شادی است. خالتا چی داره؟ با مدد دادار گتی تخم جو و گندم آوردم که بز من یک کشور زیده بسپارم تا دانه خوشه آرد و خوشه خیرمن. جو و گندمت را میسپاری سرت را بیاسیب گرفته میروی. ای مردی خدا، این توشه زمین است. وقتی مهرگان بیا جو و گندم رو به قدر تواناییت ببر. تا مهرگان کی مرده کی زنده؟ تز باش، خالتا ها را برده میرسانی. گناه عظیم میکنی سپه سالار. خالتا را بگذار و به خوشی برو. تو چی به من تهدید میکنی؟ هنرمندان خوشبختترین انسانی روی زمین هستند، زیرا که روی صحنه طریق کدام نقشه که نباشد ذره هم باشد یعنی درد دل خویش را بیان میکنند یا اینکه سخن دل خویش را به بیننده بیان میکنند، یعنی ابراز میدارند. یا نادرست میگویند؟ راست میگوید. در حقیقت افضلیت ما هم در همین است. ما اکتورها در نقاب اون اثری که از جانب دراماتورگ پیشنهاد میگردد با واسطه اون نقش هایی که می آفریم ما امکانیت داریم که همه دردها مایه، آرزوها مایه، اون مقصدهای نجیب مایه، مناسبت مایه نسبت به انسان ها بیان کرده می توانیم. مثلا اگر من در دوام فعالیت ایجادی هم نزدیکی 100 نقش آفریده باشم، حالا هرگاهی که تنها میمانم و از گذشته هایم یاد میکنم، گذشته هام تحلیل میکنم، میبینم که من خیلی گپ هایی که مثلا در زندگی به دیگرها گفته نمیتوانستم به واسطه ابرازهایم گفتم. هنرمند بسیار نظارت میکند، حیات هم میآموزد، انسانهای رفتارشان، کردارشان، مناسبت هاشان بر زندگی، به عائله، همه همین چیزها همیشه در تحت نظری هنرمند است و اینا همچون در بغاژ خودش جمع میکند همین که یگان نقشه آفریدنی میشود از همون بغاژش گرفته اون استفاده میبرد. مثلا در نمایش دوئل بیجیف که قهرمانش در حقیقت هم قهرمانی بود که اون قهرمانی و بیننده مفتون میکرد، مثلا برای دیگران شده، برای نجات دادن دیگران شده جان خود به قربان دادن. این هر کس به این جرأت هم نمی کند و این راه پیش هم نمیگیره. و قهرمانی اثر انا برای نجات دادن گروهی از بچه ها از همون رادیاسی منفی که بود سرایت می شود و پیش از مرگش و آن دختری که او را دوست می داشت و نه همون در مکتوب تمام احساساتش، تمام اندیشه هاش نسبت زندگی، نسبت آدم ها بیان می کند. راستی بالای انا همین متن اون وقت من جوانتر بودم، بالای این متن اینقدر کار میکردم، میگفتم که خدا این متنی باشد که باید شنونده تمامی تارهای عصبیش به لرزش در آورد. درست. یعنی قلبش چنان فشار بدهد، یک دردی باشد که آدمای راهنمون سازد به اون راهی که قهرمانی اثر پیش گرفته است. ولی آن وقت شما جوان بودید استاد و اگر آن نقش را باری دیگر
اگر این دوره میبازیدید به فکرم باز تماما دیگر میبازیدید. البته. و میخواستم بگوید که هست همین گونه نقشه که هر باری میبینید یا به یاد میارید میگوید که کاش انا این گونه نه و این گونه میآفریدم. راست میگوین. اگر تاثیرات یا اون مهارت یا اون تجربه قدرتی روزگار. که ما داشتیم مثلا 30 سال پیش، البته این در مدت 30 سال ما تجربه زیاد اندوختیم، مناسبت ما با زندگی تغییر یافت و البته با طرز دیگر بازی میکردیم، باز اون دردای بیشتر میکردیم تا که تأثیری نقش باز هم بیشتر باشد. روز مرگ من همه خندید، ای طفل و مرد و زن همه خندید که امروز من رها شدم از وحشت، از حیله قبایل پردهشت، از کینه برادر و همسایه، از طعنه صدارت بیمایه. جانم رها شد از بد و نااهلان، از جهل و کین و وسوسه شیطان. من ملتم مگر من ملتم مگر که پریشانم، به علتم مگر که پریشانم. هرچند به ذهن و وطن بیهم آکنده ملامت و تنبیهم، قوم دیگر اگر پی ایجاد است از جهل و کین و ولوله آزاد است، اما میان خلق قدیم من در بین میر و شاه و ندیم من دعوی تاج و تخت و محل باخیست، زوراوری جنگ و جدل باقیست. تختم به دستی چاکرم افتاده است، تازی زبرجد زی سرم افتاده است، چاره هفت زمین برم افتاده است، دادر زی تیغی دادرم افتاده است. افتادم من بیچاره، ملکم به دستی غیر من آواره، جز ترک این جهان نبود چاره. در روز مرگ من همه خندید، ای طفل و مرد و زن همه خندید، بر زندگی خود همه خندید، بر بندگی خود همه خندید. من عکسی تن ساری شمایم، میتی تن خاری شمایم، به حال زاری من همه خندید، بر روی مزار من همه خندید. بیشتر هنر و قابلیتشان در آن ظاهر بود که همین آواز خوششان به سمع مردم میفارید و شعر را فهمیده قرائت میکردند و در نقش های بزرگان ما سرآمدان ادبیاتمان اگر یا پوره یا جز هم که باشد وارد می شدند. یک معنویات باطنیشان به این مساعدت میکرد که هم در نقش حافظ یا اینکه سعدی یا اینکه فردوسی یا اینکه مولوی و هم این نقش های مثال بلندی اهل خیرت موافق می آمدند. چنانی که من میبینم حال امروز قصه فریدون و ضحاک را میماند. شاهم هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ملک و سپاه نداشت چگونه ملک بر او مقرر گشت. آنچنانه که شنیدم خلق
پشتیبانش شد. یک راه خودشان یافته توانستن. اون کس در تلویزیون در کنسرت ها هم برآمد میکنن، در قرائت شعرها یک اسلوب خاص را به دست آورده توانستن. این هنرمندان بر شانه خود یعنی چی رسالت دارند و از مردم چی وظیفه رو طلب دارند؟ مثلا وقتی از استاد لایق پرسیدن که مقصد از شعر گفتن چیست، استاد جواب داده بودن که میخواهیم که انسان ها بهتر، زیباتر، داناتر گردند. عموما مقصد هنرمند همش همین است که با واسطه هنرش میخواد که انسان های اندیشه هاش زیبا سازد، خودش از زیبا سازد، با راه درستی زندگی هدایت نماید. میتوان یکی از عامل های یعنی برای هنر رفتن شما صدای خوش شما رو شمارید؟ نمیدونم، این صدای این آواز گویا طبیعی به من آمده است و این به من امکانیت های بیشتری میده. در حقیقت برای هنرمند هم در آبرز آفری، هم در رسانیدن معنی به تماشابین، هم افاده حالت باطنی قهرمان، البته امکانیت آوازی خوب داشتن، این به منفیت هنرمند است. کشی پای هر کس سر آوردن زیبنده شاهزاده نیست. شما هر کس نیستید خواجه سرای بزرگ، وزیری همدان، بزرگتر از شاهان. محابا شاهان با وزیرانی دانا شاهند، به وزیرانی چون شما داغی ماهند. باید شاعرانه شعر گویی؟ نه، مقصدم شاعری نیست، مقصدم بزرگی بود دنبالی شما. برای خجالت زده مردم نقشه و آرزوهایت را بگو. نقشه و آرزوی من نقشه و آرزوی شماست. نه، آرزوی من دیگر است و نقشه تو دیگر است. من آرزوی شاه شدن ندارم. معرفت بلند ایجادی محمد جان خیلی هم عجایب است. چی در تهیه آن اثرهایی که من با همکاری محمد جان در صحنه تئاتر آن اثرها رو به وجود آوردم و چی در نقش‌هایی که از سینما ما تماشا میکنیم، جویندگی پی در پی او، استاکاری وی، سخنوری اصیل محمد جان چه در صحنه و چه در سینمای تاجیک خیلی هم بلند است. و اگر خطا نکنم باز یکی از موفقیت های شما یعنی کتاب بیشتر خوندنی شما و کتابداری شما است که از خردسالی یعنی دوستدار ادبیات بودید و بیشتر شما یعنی دوست می‌دارید ایجادات شاعران کلاسیک را، ولی از همه زیادتر سعدی بزرگوار را. برای چی؟ چرا ما سعدی بزرگوار؟ همه بزرگای ما همه‌شان، هم سعدی شیرازی، هم حافظ، هم مولوی، هم سنایی، هم سایی، خلاص همه کلاسیکای ما، همه اینا بزرگترین انسان ها هستند. اینا و در حقیقت میراث گرانبهاترین برای ما امروزیان میراث گذاشتند که هر لحظه هر گاهی که میخوانی یک جهان لذت میبری، یک دنیای نو برای خودت کشف میکنی، آدمیتت باز بهتر میشود و قیمت و قدری آدمی بیشتر درک میکنی. در حقیقت همه سخنهای سعدی پند است. اون حکمت هایی است که کس میتواند تمام عمرش از آنها استفاده برد و از آن استفاده بردن یعنی معنای خود به انسان اصیل تبدیل دادن است و انا همین مهر و محبت ها شاید باعث گشته که من سعدی بیشتر دوست می‌دارم. خواجه سرای بزرگ، من کاملا تندرست هستم. میدانم شما مریض نیستید، خدا نگهبان شماست، ولی من از تأثیر آن شب می‌ترسم. کدام شب؟ شبی که همراه برادران در آب غرق شده نم کشیده بودید.
بزرگ کدام طبیب را توصیه می‌دهد؟ کدام طبیبی که با مزاج شاهان نزدیک باشد؟ طبیبی خاصه شاهان پیغام حاضر کرده و یا طبیبی دیگر؟ نه، هر کسی را که خواجه سرای بزرگ را داند. نه شاه و شاهان نصیحت دادن آسان است، اما با شاه شیرسی کاری سخت نیست. اگر شاهان دیگر از روی تصادف چون میراثخوار چون واریث صاحب تخت گشته باشد، اردشیر با کوشش زبانی جانکار، با قهرمانی ها، فداکاری ها، با نیت های نیک به تختی بخت نشست. شاید این را اردشیر قدر نکنه، ولی خواجه سرای قدر میکنه. این حرفها لازم نیست خواجه سرای. سال گذشته استاد یعنی آزمون فروغ صبح دانایی برگزار شد که خیلی نورسان یعنی صاحب جایزه ها نیز گشتند و امسال نیز با امر پیشوای ملت این آزمون یعنی ادامه دارد برگزار می شود و می خواستم بگوید که به هنرپیشگان یعنی این آزمون چه اثر می تواند بگذارد؟ برپا گشتن انا همین گونه آزمون ها یک تصور کنید، حاضر ببینید که مکتبیان جوانان چقدر آمادگی دیده ایستادند. همه در انتخاب موضوع، همه میخواد، همه در جستجوی کتاب. به خود من چندین نفر علاقه مراجعت کردن که من کدامش انتخاب کنم، کدامش بهتر است. شما من به کمک میکنید نمیکنید. خلاص یعنی جوانای اندیشه هاشان به کلی به این واسطه تغییر دادن است. کس همین در بچگی چون پیداوار است، اگر در بچگی در جوانی خودش اصلاح کند، به یک چیزی مهم مهر بندد و یک چیزی مهم دوست داشته باشد و بیشک این به منفعت کار است. او شاید حاضر به ماهیت آنچه میخواند درست به پرگی صرفم نرود، ولی وقتی که با سن سالش کلانتر می شود و به خاطر می آورد، اندیشه هاش تغییر می یابد، نظرش تغییر می یابد و مهر و محبتش نسبت انسان ها تغییر می یابد. این بزرگترین اقدام است از جانب سرور کشور. چی کار ثواب، چی کار خیری کردن. امروز نتیجه برداری ها آشکار کرد که این اقدام امسال باز چگونه مهر و محبت بچه های و خواندن و از بر کردن شعر و اثرهای دیگر زیاد کرد. ببینید 1000 تا 5000 مصرع از بر کرده است. جناب عالی به شخصانی صاحب استعداد توجهی خاصی ظاهر می کنند. این مرا دلگرم می نماید. استاد بگویید، به فکر شما این توجه جناب عالی به خاطر دستگیری اهل هنر از روی مهر و محبت است؟ باید چنین باشد. بله باید چنین باشد. شمس الدین، لبی. تا جایی که من میدانم عبدالاحد خان یک مردی دانشمند و فاضل، هنرمند و هنرپرور است. مهمتر از همه رعیت پرست. او کوشش دارد که در سیاست دولتداری امارت اصلاحات جدی وارد سازد. میدانی به خاطر آنکه از حقیقت واقعی رعیتش واقف گردد، شبها لباسی درویشانه پوشیده در کوچه ها و رسته ها، کاروان سرای و بازارها گشت و گذار می کرده است. ولی استاد، من هم شنیدم جناب عالی که خود شاعر طبیعت هستند و جوانانی مثل تو صاحب ذوق سخت احتیاج دارند. امیدوارم که جناب امیر تو را پشت و پناه می شوند.
یکی از بهترین عامل معرفی‌گر هنرمندان یعنی سینما است. گرچه اودیتوری تئاتر کم باشد ولی سینما رو میتواند میلیون ها نفران تماشا کنند. میتوان گفت که همین فیلمی در آرزوی پدر بود که محمد جان شادی را به دوستداران سینما معرفی کرد. من در فیلم های دیگرم، من فیلم اولین ما یک فیلمی که پرواز زنبور بود و جمشید عثمانوف و گرفته در خارج هم صاحب چندین دیپلم های که جایزه گشت، یا فیلم های دیگری که در تاجیکستان گرفته شدند. لیکن در حقیقت نقش فیلم در آرزوی پدر خیلی بزرگ است. راستی این فیلم همه دوست داشتن. این اثر کوشش کردیم که بسیار صمیمی حیاتی بازی کنیم، چون که واقعه هایی که روی میدادند این واقعه ها هم نیز حیاتی بودند و برای همین جهتی مسئله شاید باعث گشت که مردم این فیلم رو دوست داشتند، چون که با اون چی در فیلم روی میداد با اون باور کردند. مهربان دادا جون گری سال جانم تو چگونه بچی؟ سوز عرق نوشیده دادا، دیگر عرق ننوشه. میبخشی بچه، دیگر نمی نوشم. میجگان در کجا؟ میجگان همراه اوچم شو دادن و قشلاق همسایه بردن. شما برای چی ما را پرداختید ها؟ شهناز را گرفته. بچه من از شهناز جدا شدم، اکنون من تنهایم. چی؟ جدا شده؟ بچه من تو را با خود میبرم، البته میبرم. من کار میکنم، پول گرفتم. ماهد خوب بچه، برای خودت یک آنچه میخرم. سررئیسور فیلم در آرزوی پدر سید جان خادری گفت که نقش ناظمی واگذارشان میکنیم. من براستی که در اول در اندکی حیرت هم شدم و شبه هم کردم، زیرا این نقش میدیدم که برایشان بیگانه تاب می نماید، چون اینجا یک انسانی که بسیار رو با پستی ها می رود و بسیار می نوشد، مایزده است، عموما سست اراده است، همه جانبه یک منفی است. و بینید که همین خیلی یک هنرپیشه که و معنویات قطعی آمده است و رویه و راهش ما در دیگه می دیدیم با نقش منفی، نقش مایزده، نقشی که بسیار هوا و حواسی بیهوده در او تجسم یافته است، خیلی می‌بازیده باشد و تو فکر میکردم. لیکن بعد خیلی که همه میداند، شما میدانید، بینندگان فیلم و معلوم شد بسیار در نقش خوب بارشتند. برای هنرمند مهم نیست نقش منفی باشد یا مثبت باشد یا اینکه خرد باشد یا بزرگ باشد. هنرمند وظیفه دار است که ببازد اون نقش را. ولی میخواستم بگوید که وقتی که بعد فیلم یعنی نقش منفی بازیدید و بعد به کوچه ها یعنی گذر میکنید، تحملش چگونه است وقتی شما را گپی دغل میگویند؟ در روزهای اولی که مثلا بار نخست نمایش داده شد، قریب که در دیهات اکثر باور کردند که
من در حقیقت به همین حالت افتیدم و حتی رفیقام از دیهات زنگ میزدم میگفتن این محمد جان خودت دست گیر او کودکت یه احوال با نمان آخه خیلی این مرد منم بعدم شوخی میکردم میگفتم من از زندگی پشک کردگی من دیگر نمیتونم او یک چند رفیقم ما حتی برای خبرگیری برای من از این را برگرداندنم آماده بودن خانه و مهمانم شده بودن البته خاطرات ها خیلی زیادند و از دوشنبه به مادر آمده بودند و چند مدت ایستادند و وقتی گسیل کنی یک رفیق دیگر ما همشهر ما و هم مادرش گسیل کردنی بود ما خواستیم همراه مادرای گسیل کنیم وقتی که من رفتم همون مادری اون رفیقم همین میگن به نظرم ننمو این چه گم شو این میگم خاله من این نشد بس نه من تو به نگاه کردن نمیخواهم همین قدر نفرت کردی همین قدر وای نخود بچه فلان چی شر نمیداری تو چه آدمی ای تو رفت بچت به دلت نمیسوده تو چه انا همین خیل قریب که همون روزا هر روز با چندین نفری رو میخوردن رول یک شخص میزده یک انسانی که در عائله موقعش را یافتن توانست است لیکن دل نجیبش خوب پاک است همین بسیار عالی جناب باز کرده تمام درد و علم از فیلم به تماشابین بسیار نقص تاثیر میکند و یگان ساختکاری در همین رول مشاهده کرده نمیشد این بسیار دشواری نه باز کردن خوب وقت در حالت مستی نیم مستی باشد یا مستی باشد و باز طرف های معنوی قهرمانه افاده کردن کار خوب این بسیار کاری دشوار می باشد یعنی این تجسم کاری میگن خوب وقتی که اکثر در مغز پوست قهرمان جاگر می شود در حقیقت درباره فیلمی در آرزوی پدر میتوان ساعت های دراز حرف زد چون امروز من امکانیتی از اینجا به مردم مراجعت کردن ندارم این هنگام شاید مرا بسیاری ها گوش میکنند گفتنی هم که در همون زمانی که در حقیقت هم وضعیت بسیار وزنین بود مردم مبلغ کافی نداشت حتی برای خریدن نان امکانیت نداشت انا همون دوره با چند نفری به ما امکانیت دادن که ما همین فیلم به نوار گیریم چون سیناری خواندن موضوع خواندن با آنها بسیار معقول شد و گفتن که این به منفعت مردم است همین کار کنین ما شما دستگیری میکنیم انا همونها سبب شدن انا همونها به ما امکانیت دادن که ما این فیلم به نوار گیریم راستی یک بار دیگر شاید آنها ما این هنگام تماشا کرده ایستاده باشند با آنها از نام تمام مخلصا از نام همه آفرندگان فیلم و شما اظهار منتداری میکنیم میبخشید این چه خیلی سخن گفتن تو چی ها میگویی به دهانت نگاه کرده گپ زن لجامش را کشیده نماندیم ارکه کردیم تو اول آداب سخن گفتن را یاد گیر من میدانم که تو تا چه اندازه روزنامه نگار هستی تو حقوق معنوی محاکمه کردنی من را نداری دویم من کشاد میگویم که این عریضه را عائله من ننوشته است زیرا وی این گونه عریضه نوشته نمیتواند سیوم من یقین میدانم که در نوشتن این شکایت انیقش این عریضه با مصلحت و کمکی یکی از شمایان نوشته شده است شین چی؟ حالا به تو سخن نداده ایم وی حق ندارد که مرا محاکمه کند بسیار از خود نرو آرام شو شین در فیلم شاهین شما استاد شاهین را یعنی نقش استاد شاهین را بازی دید استاد و در اصل در زندگی نیز شما آموزگار هستید میخواستم بگوید که چنانه که در فیلم آموزگاری صادق و صمیمی و خیلی رحمدل هستید در زندگی یعنی آن نقش از زندگی خود شما گرفته شده بود من کوشش کردم که انا همان مهر و محبت هایی که استادش پدروار داشت یعنی اون مهر و محبتی اون اعتقادی که نسبت شاهین داشت انا همون اعتقاده انا همون مهر و محبته انا همون دین سوزیشه
انم رحم و شفقتش به نسبت شاهین آشکار کرده باشه و تا جایی که خودم احساس کردم این چیز به من دست داده است. جایهایی هست که در حقیقت خیلی رقت آور هستند. وقتی استاد میگوید که من این خزینه، این موادهایی که از بزرگان میراث ماندند، من این به تو تقدیم میکنم، فقط تو قادر هستی که میتوانی این راه پیش گرفته من دوام دهی. خیلی علم آور بود. سنت شعر را خوب آموخته ای، ولی یک نکته مرا مجبور میکند که با تو با جدیت صحبت کنم. شمس الدین، شعر اولا این فواره الهام خداوندی است که از ملکوت آن نازل می شود. میفهمی؟ شاعر مثال ناقلی است که در جسم او، در دلی وی، در مغز سری وی این شعر نزول می گردد. شعر نوشتن این علم است. به دانش علمی شعر کسی شاعر نشده است. شاعر کیست؟ شاعر انسانی کامل است، با روح قوی، با عقلی سالم، با دلی پاک و نهایت ناتکرار و یگانه. امروز بین استادی و شاگردی ذره هم باشد همین گونه مهر و محبت و حرمت و احترام هست؟ میدونید من یک چیز نقل کردنی هستم. مدرس همراه طالب علم ها درس میگفت در مساجد. در کشاده بود، در بیرون بچه های زیادی، کودک های زیادی گوی بازی میکردن و هرگاهی که یک طفل در روی در پیدا میشد و استاد چشمش به همین کودک میافتید، از جایش میخیست. طالب علم ها در حیرت شده پرسیدن که استاد سبب چیست که هرگاهی که اون کودک پیدا میشد شما میخیزید؟ بعد او گفت میگه که پدر همین کودک استاد من بود. ببینید به خاطر انا همون یک چیزی که از او آموخته است، نه تنها خودی استاده بلکه فرزندی استاده چقدر احترام میکنه. برای همین هر کسی که خودش میشناسد باید آنی را که راهنمای تو گشته است، آنی که به تو راه درستی زندگی نشان داده است، آنی که پدروار مسئولیت تقدیر توی زندگی توی بگردن گرفته و توی به راه درستی زندگی، به راه راست زندگی هدایت کرده است، چگونه دوست نداری؟ چگونه احترامش به جا نآوری؟ اگر مقایسه کنم آن روزی که وی به تئاتر آمد و تا امروز، برای من همچون ایجادکار اصیل با علاوه بر این هیچگاه من در نقش آفری او نه الیمنت های تکراری را دیدم. او ضد تقلیدکاری است دایم. این است نمونه عبرت امروز برای نسل جوان. شاعری توصیف حکیم فردوسی بار میخواد. مذهبش چیست؟ سلمانم بدم. میدانم کافر نه.
بسیار دوره. خواجه بزرگ، شنیدم که آمده سیاه الملوک را نظم کرده. منام سلطان نظم کرده. آره. از نخست منام سلطان یا بعدم اول منام پادشاه سامانی شروع کردم، ولی شاهنامه من با آخر آمد و سامانیان هم با سلطنت ودا کردند. با مصلحت خواجه بزرگ و امیر نصر به نام حضرت سلطان گذرانیدم. اسفراینی با فرمان سلطان به زندان انداخته شد. اسفراینی در دوست مرا با لطف و مرحمت خویش سرفراز گردانیدند. اصلا آمدن بنده به غزنی و تقدیم شاهنامه به سلطان با مصلحت ایشان صورت گرفت. شما شاهنامه را به نام سلطان نظم کردید و میخواستید به او تقدیم بکنید، اما کتاب پیش از آن که به دست سلطان برسد در بین مردم شایع شده است. این را اعلی حضرت خوش میپذیرفته باشد. تقدیم شاهنامه به سلطان چنان که عرض کردم دیرتر پس از انجام شاهنامه صورت گرفت. چطور ممکن بود در عرض 35 سال داستان‌های نسل شده از دیدار مردمان پنهان بماند؟ این غیر ممکن بود. 35 سال؟ آره، با بعضی فاصله های کوتاه. به نام سامانیان؟ آره، در اول مقصودم چنین. من نمی‌فهمم. اصلا منظور شاهان سامانی از به نظم در آوردن خدای نامک چی باشه؟ تاریخی پرشکوه و شهامت عجم را از فراموشی نگاه داشتن. آیین و فرهنگ و فراست اجدادی را زنده گردانیدن. از طعنه اعرابان که عجمیان را از خود پست و فرومایه می‌دانند خلاص شدند. این بود که آریزامان شاعرانی پارسیگو را می‌پروریدند. رودکی را ارد می‌گذاشتند زیرا وی عرب را به فصاحت و بلاغت شعر پارسی قائل کنند. زبان طعنی عرب را بست. بنده نیز از روی همین مقصود عالی خواستم خدمتی که در خوری توانی بنده باشد میکنم و در این کار خیر صد می‌داشته باشم. از ما چی طلب دارید؟ اولا میخواستم کتاب شاهنامه را به خدمت خواجه بزرگ بیاورم. شما کتاب را بخوانید و مرا سرفراز گردانید و اگر کتاب پسندتان آید لطفاً برای قبول آن نزد حضرت سلطان دلالت خویش را در اخ ندارید. کتاب را منی که شعرا مطالعه میکنند. چی؟ یگان نسخه دیگر دارد؟ بله هست. میگن دو مفهوم است، یکی شهرت و دیگری محبوبیت. برای شما کدامش خوشتر است؟ در حقیقت این دو مفهوم، یکی محبت دیگری شهرت، انسان ها وابسته به عقل و ذکاوتشان، فهمیششان در زندگی هر کس به خودش یک راهی انتخاب میکند. بله. یک نفر فکر میکند که کوشک و قصرها و نمیدانم ماشین و کیم چیزهای دیگری داشته باشد، میخواد که یک شهرتمندی باشد که همه باید شناسند و همه باید دانند، ولی آنها فراموش میکنند که همه گذراست. میتونند که همه در یک شبانه روز میتونند از دست بدهند و از آنها محروم شوند. ولی محبت، تصور کنید محبت یک کس به سزاوار گشتن چقدر خوب است. این کاری آسان نیست. درست است. و برای همین ما باید کوشش بکنیم و زندگی ما صرف آن بکنیم که به محبت مردم ما سزاوار کردیم. آن وقت زندگی آدم زیبا میگذرد، آن وقت آدم روحاً خودش را خوب احساس میکنه. او کینه و او کدورت هایی که هست همه بیرون میروند و هم سیرت و هم صورت انسان زیبا میگردد. سلام علیکم. خلال نرسانید؟ نه،
این دیسک از کامره مشاهدوی بانک. پرسش ها چی نتیجه داد؟ اقرار شدند؟ بله اقرار شدند. از روی گفتشان اونها نقشه غارت بانک را بر وقت کشیدگی بودند. بسیار نقص. یک سپارش دیگر دارم. بیا بهترش به اتاق من رویم. میدانی در شهر باز دزدی خانه دیرکتری شرکت درخشان را دزدیدند. من به شعبه کافتکاوی فوری زنگ زدم. آنها 2 نفر را سفربر میکنند. رفیق سردار، 2 پرونده در دستم بوده چی میشود؟ راستی گپ میخواستم که آنها را به اتمام رسانم و به رخصتی مهنتی برایم. گوش کن. پرونده های تو الک حل خود را یافتند. تو انا همین جنایت را آشکار میکنی. انا بعد آزادانه به رخصتی میره. الو 1 دقیقه از پی کار شو. اطاعت. گوش میکنم. اگر امکانیت به شما دست دهد برای مخلصان، برای مردم چه کارها رو انجام میدید؟ چون کسب ما هنرمندی است، اکتیاری است، بسیار میخواهم که باز امکانیت های داشته باشم که نقش های جالب تری آفرم. نقش های باشند که به منفیت مردم باشند. مردم از اون نقش هایی که ما می آفریم، از آن کاری که ما میکنیم بهره گیرند. من در سیمای محمد جان فرزند واقعا حقیقی، فرزند حقیقی میبینم. فرزند نابغه، فرزند فرزانه، فرزندی که میخواد که به وطن خودش، به خلق خودش، به ملت خودش، چه دوری که بزرگوار ناصر خسرو میگوید عالم به ماه نیسان خرم شده است. من خاطر از تفکر نیسان کنم و تفکر والای انسانی در قیافه محمد جان همیشه هویداست و از سیمای این خیل اکتیور، از سیمای این خیل هنرمند همبازی پرتنیار غذا میگیرد. این زمان دیگر نمی آید به کار. پاره پیر، پاره جان، زمره هستند در هر جای. جسمشان را پاره پاره کرده گر بینی، جسمشان 100 تا به پا از پاره هاست. یعنی در هر پاره آنها پاره برجاست. پاره داده، پاره بگرفته، پاره پاره کردند آنان حقیقت را، پاره پاره کرده اخلاص و صداقت را. آن یکی اگر دشمنی دارد میدهد بر رهبرش پاره، می نماید رهبرش را پاره پاره. پاره بخشای گناهکاری که در روز و شب سیاهکاری ناگهان میفتند بر دست. لیک بینی از حساب آن سیاهکاری، از حساب مال و پولهای گناهکاری داده پاره می نماید دفتری اعمال خود را پاره پاره. یعنی مارماهی باز می رود از شست، ماهیان را باز می آید شکست. من نمیدانم چی سان ماری پاره بر دل و بر جان آنها کرده پاره. باور کنید هر باری که محمد جان یا در آینه نیلگون یا در رادیو اگر برآمد کنند، من همه کارم میپرتویم و انا آمده همین پیش رادیو با پیش آینه نیلگون با حتما اینا گوش میکنم و بسیار لذت میبرم از بسیار چهره نورانی این اکتور، از آواز فارم. خیلی قرائت شما رو مردم دوست دارن. در انجام برنامه یعنی یک غزل قرائت کنید یا یک حکمتی بگویید. با آبی جبین کنیم تعمیر زمین، با عقل روا کنیم تدبیر زمین.
در روی زمین پا نهادن سهل است، یا تیری زمین شویم یا زیر زمین. مشعل بشوید، مشعل بشوید در شبی ظلمانی، سوزید که عالم بشود نورانی. بر یک خود خورشید گران است آخر، بر عالمی بیکران نور افشانی. سوگند به نامت وطن، سوگند به نامت وطن، جان در رحمت دارم تو را دفاع میکنم. تو جان در رحمت دارم، من تو را دفاع میکنم. نمیگذارم که ناخلف این سرزمین پاک را ناپاک سازد. قسم 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 قسم. دستت را با من ده، وعده ده که با این سوگند صادق میمانی. وعده میدیم. رقم ما مردم خوشبخت هستیم. وطن ما چقدر زیباست. من خیال میکنم که تاجیکستان یکی از گوشه های زیباترین دنیاست. ما این زیبایی که هست اینا به پررگی درک کردن نمیتوانیم. اینا آنهای بیشتر درک میکنند که از بیرون وارد تاجیکستان میشوند. درست. باور کن هر مهمانی که میآید همش چنان به وجد میآید که میگه شما در حقیقت هم انسانهای خوشبخت هستید که این گوشه دنیا برای خود مسکن انتخاب کرده اید.